خب رامسین جان میریم سراغ سوالا. رامسین قبل از اینکه بیاد داره گفت حالا چی میخواین بپرسین، حالا میخواین چی کار کنیم با من. گفتیم یه سری سوال دوستانه است، کاری نمیخوایم بکنیم که. بعد اینم بگم که واقعا تفلک دل درد داشت ولی اومد برنامه‌مون خیلی هم ممنون. حالا باید بگی نگه ها باشه. رامسین جان کی اومدی؟ الان حدود 3 ماه که اومدم. خیلی جالبه. رامسین توی هواپیما بود، یعنی تو هواپیما نشسته بود، خبرش رسید که رامسین کبریتی به جن پیوست. من نمیدونم مسافرها انگار میگن نه یا مسافرها میگن یا مثلا کاپیتان میگه. آخه من هنوز کشف اجاب نکرده یا کوین کرو. یه چیز دیگه هم از من فکر میکنم مردم ایران فکر میکنن هر کسی که داره مثلا بازیگر به هر حال اونها دوست دارن بیان مسافرت دیگه ترکیه. فکر میکنن مثلا نشسته تو هواپیما این جلو چیز هست بغل دستور راهنما اون پاکته، فکر میکنم مثلا فرم استخدام جمه، هر کی میاد میگن که اومد تو جم. حتما اومدن دیگه. یکیش من. دقیقاً. بریم سراغ سوالا. الان سوال نبودیم. نه خیلی آسونه، خیلی هم سریع میتونی جواب بدی. نظریه استیو هاکینگ در مورد جاذبه کوانتوم در سیاهچال‌های فضایی چیه؟ برو سوال بعدی. خیلی مهم. عمل نورونیوم آکوستیکی که دکتر سمی جراح مغز انجام میده رو با رسم شکل توضیح بده. میتونم یه چیزی بگم؟ بفرمایید. شما برنامه شو رو انداختین یا منم بعد از 26 7 سال آوردین رامسین کبریتی تو برنامه‌تون که به سخره بگیرین و مردم رو بخندونین؟ نه شرمنده‌تونم. من برنامه‌تون رو اجرا نمی‌کنم. فنی اشراف بدی که نمی‌دونم.